بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. چون کسی در مورد وصیت کننده بیم جانبداری یا گناهی را داشت و به این سبب در صدد اصلاح بین ایشان برآمد، پس بر وی گناهی نیست، حقا که خداوند آمرزگاری مهربان است. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مؤمنان، روزه بر شما فرض شده، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فرض گردیده بود، تا باشد که شما پرهیزگار شوید. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. روزه چند روزی شمرده شده است. چون کسی از شما مریض یا به سفر باشد، پس روزی چند از روزهای دیگر را به عوض آن روزهایی که خورده است روزه بگیرد. برای آنانی که توان روزه گرفتن را ندارند، به عوض هر روز روزه فدیه است به غذا دادن یک مسکین. اگر کسی به گونه رضاکارانه فدیه بیشتر بدهد، این برایش بهتر است، و اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است اگر بدانید.